بله، بسیار ممنون جناب دکتر آزمایش. برای اینکه گزارشاتی که ما دریافت میکنیم وضعیت زاهدان هنوز وضعیت ملتهب گزارش شده، در واقع اعتراضات در خیابان‌ها ادامه داره و نیروهای امنیتی در واقع تیراندازی کردن به سمت جمعی از نمازگزاران که 22 نفر تا کنون گزارش زخمی ما داریم و ما در تا دقایق دیگر گزارشی خواهیم داشت، مصاحبه خواهیم داشت با یکی از منابع خبری بلوچستان که در این باره گزارش دقیق تری را تقدیم کنه. نیروهای امنیتی یا همون نیروهای ضد امنیتی در واقع منزل مولانا عبدالحمید را محاصره کردن، مسجد مکی زاهدان را محاصره کردن. وضعیتی که اینها به وجود آوردن سعی کردن که ارعاب و وحشت در واقع در قلب مردم ایجاد کنن. اما یک مطلبی که وجود داره، من نمیدونم واقعا در بین این نیروهای امنیتی یا در بین این افرادی که نام خود را سیاستمدار میگذارن، که البته همه این فتنه ها و آشوب‌ها بعد از این شروع شد که ماهامی به عنوان نماینده ولی سفیه در بلوچستان این اقدامات را شخصا به دست گرفت. ترور جوانان بلوچ زیر سر شخص ایشون هست، دستگیری علما و رهبران زیر سر خود ماهامی هست و همچنین گلوله بارانی که صورت میگیره. همه این اقدامات امنیتی که در واقع صورت میگیره، وضعیت التهاب و به هم ریختگی کاملی که در بلوچستان وجود داره زیر شخص ماهامی طبق گزارشاتی که وجود داره. حالا اگر در واقع در بین رژیم افرادی وجود داشتن که حداقل در قضایای الفبای سیاست میدونستن که اگر ترس جواب میداد، اگر ارعاب و وحشت جواب میداد، الان با گذشت یک سال هنوز جواب نداده. مردم خب در جمعه خونین زادان سال گذشته مهر ماه در چنین روزی 100 جوان و نوجوان جگرگوشه‌هاشون رو دفن کردن به هیچ جرمی. اگر جرمی مرتکب شده بودن خب یک در واقع حالا حجتی بود یا یک مدرکی بود، اما بدون هیچ جرمی، صرف این که نماز جمعه رفته بودن و اونها در واقع تیربار کور انجام دادن، یعنی چشم بسته همه رو درو کردن. در هیچ جا حتی در میادین جنگ هم به این صورت تیراندازی صورت نمیگیره که این گونه نمازگزاران رو تا حالا سابقه نداشته. هیچ دشمن اسلام به این صورت بیاد و مسلمانان رو به گلوله ببنده که امروز بعد از اون مردم جگرگوشهاشون از دست دادن. هیچ عکس العملی از حاکمیتی که ادعا داره یک سیستم قضایی کاملا مدرن داره و معتقد است که از سیره حضرت علی این عدالت را به ارث برده، حاضر نیستن کوچکترین ارزش پشیزی ارزش قائل نیستن به خون مردم. گویی این که حتی اگر حیواناتی هم به این گونه کشته میشدن بالاخره یک سیستم قضایی جوابگو بود، اما به اون اندازه هم متاسفانه جوابگو نیستن و اینا تصور میکردن که هرچی این قضیه کهنه بشه فراموش میشه. اما ما میبینیم که هرچی برعکس، هرچه داری این قضیه کهنه تر میشه، این مسئله جمعه خونین زاهدان داره ریشه دارتر میشه، به عنوان نماد دار تبدیل میشه و همه زیر سر شخص ماهامی است. خب ارتباط گویا با جناب دکتر آزمایش ارتباط قطع شده. تا زمانی که ارتباط برقرار میشه من سعی خواهم کرد که کامنت هایی که در یوتیوب توسط شما بینندگان عزیز که همکنون گذاشته میشه بعضی از این کامنت ها رو قرائت کنم. خواهش میکنم. گویا در زاهدان اینترنت قطع شده یا گفت بعضیا پرسیدن و من خواهش میکنم دوستانی که در زاهدان این برنامه رو میبینن و در یوتیوب براشون امکان داره برای ما کامنت بگذارن که ما بتونیم اطلاع دقیق داشته باشیم. هرچند که ما تا لحظاتی دیگر گفتگو خواهیم داشت با یکی از منابع خبری بلوچستان که از زاهدان گزارش دقیق در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار بدن. آخرین گزارشی که ارائه شده محاصره مسجد مکی است، محاصره منزل مولانا عبدالحمید هست و گلوله باران تیراندازی به سمت جمعی از نمازگزاران که نتیجه این تیراندازی 22 نفر زخمی شدند. در یوتیوب کامنت های گذاشته میشه گفته درود بر مولانا عبدالحمید رهبر اصلی انقلاب مردمی ایران. محمد رضا این مطلب رو گذاشته. امروز مولانا عبدالحمید رهبر مسلمانان ایران هست. این دینی که به این صورت مولانا عبدالحمید سبب افتخار امت اسلام شد، سبب واقعا در شرایطی که خامنه‌ای لگد زد بر دین اسلام و پیروان خود رو دست ضد دین قرار داد، مولانا عبدالحمید خداوند ایشون رو مسخر کرد تا اینکه در شرایطی که همه از در واقع به نحوی در مقابل رژیم اینگونه به نحوی شاید بعضیا نتونستن اینطور ادامه بدن، مولانا عبدالحمید یک سال الان ادامه داده. بیانات شیوای مولانا عبدالحمید بدون هیچ فراخوانی 250,000 نفر نمازگزار پشت سر او بودن. در این جمعه امروز خب بالغ بر 300,000 نفر، هنوز آمار دقیقی در دست نیست، نمازگزاری بودن که پشت سر مولانا عبدالحمید نماز خوندن. ارتباط با جناب دکتر آزمایش امکان نداره، گویا ارتباط قطع شده. ما با جناب آقای شیرانی
مدیر بنگاه خبری حالوش که در واقع خب گزارش دقیق از زاهدان دارن ارتباط برقرار شده. ضمن ارسلان جناب آقای شیرانی عزیز، دوست داریم بدون اتفاق بریم سراغ اصل اتفاقی که در زاهدان امروز چه اتفاقی افتاد. گزارشاتی مبنی بر محاصره مسجد مکی و منزل مولانا عبدالحمید در فضای مجازی منتشر شده. در این باره اظهار نظر شما رو میشنویم. ضمن عرض سلام بفرمایید. سلام. بله، خدمت عرض بکنم که امروز اعتراضات بسیار گسترده ما داشتیم، با وجود اینکه به شدت جو شهر امنیتی بود، به طوری که حداقل در 70 نقطه شهر به صورت سیار و ثابت دست بازرسی‌های حتی در کوچه پس کوچه های اطراف مسجد مکی ایجاد کرده بودند، خیمه زده بودند، چادر زده بودند و نیروهایی که روی ساختمان‌های در منطقه خرمشهر، مدنی، مدرس، توحید، سمت بلوار بهداشت و اطراف مصلی از قبل مستقر بودند با مردم معترض درگیر شدن. به سوی مردم گلوله ساچمه‌ای و گاز اشکاور شلیک کردن. دست کم تا این لحظه حداقل 20 تن مجروح شدن که در درمانگاه مسجد مکی اونجا تحت درمان قرار گرفتن. بالا با امکانات محدودی که از نیروهای نظامی تا درب ورودی حوزه هم رفتن، منتها مردم مقاومت کردن و طبق تصاویری که به دست ما رسید نیروهای نظامی مجبور به فرار شدن و یک تله و حیله‌ای که اونجا نیروهای نظامی به کار بردن که آمارشون حدوداً 600-700 نفر بوده، با لباس مبدل بلوچی که به تنشون بوده، با شعار تکبیر الله اکبر مردم رو فریب دادن که خب بخشی از معترضان تصور این که اینا از خودشون و معترض هستن، وقتی نزدیک شدن به سوی مردم با سلاح ساچمه‌ای شلیک کردن. همچنان اطراف مسجد مکی خیابان‌هایی که منتهی میشه مسدود هست، تحت کنترل نیروهای نظامیه و جمع زیادی هزاران نفری از مردم هم در مسجد مکی همچنان حضور دارن. منتها هنوز این که بگیم نیروی موفق شده وارد صحن مسجد بشه یا منزل مولوی عبدالحمید اتفاق رخ نداده. همچنین در منطقه بازار مشترک یا همون بیست هم صدای شلیک گلوله جنگی رگبار کلانشیکوف میاد و اونجا هم مردم و جوونا و نوجوانا در خیابان هستند. نیروهای نظامی هم اون منطقه رو به شدت یعنی هم محاصره کردن و هم با مردم در اون منطقه طبق خبرهایی که ما داریم درگیر هستن. همچنین در منطقه کشاورز هم تیراندازی شده. این که حالا در اون مناطق چند نفر مجروح شدن، با وجود اینکه اینترنت قطع هست هنوز اون اخبار به ما در واقع دقیقش نرسیده، در حال بررسی هستیم. بعد اعتراضات در شهرستان قاش، سرباز، تفتان، سوران و خود زادان و مناطق دیگه هم بوده. این مناطقی من اسپردم چون تصاویرش اومده و ما منتشر کردیم. مردم همچنان در مکی و خیابان‌ها و مکان‌هایی که من اسپردن حضور دارم. در خدمتتون هستم اگر سوالی هست. بسیار ممنون. اگر اجازه بدید ویدیویی که اشاره کردید مبنی بر این که نیروهای امنیتی در واقع و مردم بلوچ بعد از این نیروهای امنیتی ضد امنیتی بایستی گفت نیروهای نظامی حمله کردن با گاز اشکاور، مردم مبارز برای دفاع از حق خود به اینها در واقع اینها را فراری دادن. این ویدیو اگر اتاق فرمان ممکن است نمایش بدید، پیرو فرمایشات جناب آقای شیرانی که در این باره گزارش دادن. این ویدیو رو با هم دیگه می‌بینیم، صحنه از فرار کردن نیروهای ضد امنیتی. جناب آقای شیرانی عزیز، من دو مطلب را، یک این که ترس و بی‌عرضگی و چه بسا نشون میده که همین نیروهای ضد امنیتی یا نیروهایی که اجیر شدن برای این اقدامات ناامنی در منطقه که توسط شخص مهامی نماینده ولی صفی داره مدیریت میشه، چقدر در واقع خسته و شکست خورده و از هم پاشیده هستند که به راحتی از مردم با وجودی که اسلحه به دست میترسن و به این صورت به حمدالله این اتفاقی است که در واقع رخ داده. حالا سوالی که مطرح میشه پیرو این قضیه، خب که رژیم سعی کرد این قضیه رو مسئله جمعه خونین رو بتونه به تعبیر خیلی عامیانه کش بده تا اینکه مردم فراموش کنن، اما این کش دادن بلای جان رژیم شد. بحران‌های پشت بحران برای اینکه بخواد بحران قبلی رو پوشش بده، اما این بحران‌ها داره بزرگتر میشه. مولانا عبدالحمید و بلوچ‌ها بر سر زبان‌ها
جهانی شدن. سوالی که مطرح میشه، فرمودید که در شهرستان‌های تفتان، سوران، خاش و دیگر شهرها هم شرایط در واقع مردم معترض به خونخواهی در واقع جوانان جمعیت خونین خاش و زاهدان و میرجاوه در واقع به خیابان‌ها ریختن. گزارشی از دیگر شهرها چگونه هست؟ آیا حملاتی در اونجا در واقع گلوله‌باران اونجا صورت گرفته، زخمی و تلفاتی وجود داشته یا خیر تا این لحظه؟ بله در خاش هم به همین صورت البته نیروهای نظامی از روزهای قبل از استان هرمزگان، استان کرمان، خراسان جنوبی، حتی استانهای دورتر در طی هفته گذشته 2 روز اخیر به صورت گسترده وارد شهر زادان و شهرهای دیگه شدن. یعنی این به نوعی میخواستن هر طور که شده هم جو ارعاب و وحشتی رو حاکم بکنن در شهرها که خب مردم رو مجاب بکنن که از خونه هاشون نیان بیرون. مخصوصا امروز که خیمه‌هایی که در کوچه پس کوچه ها زده بودن که کارت شناسایی میگرفتن از مردمی که میخواستن به سمت مصلا حرکت بکنن و تفتیش میکردن، گوشی هاشون رو چک میکردن. بله در شهرهای دیگه هم بوده، منتها این که اونجا کسی مجروح شده یا نه ما در حال بررسی هستیم، ولی تصاویر اعتراضات رو داشتیم. جو امنیتی هم نه به حد و اندازه زادان ولی بیشتر از گذشته و جمعه‌های قبل تشدید شده بود و این نشون میده که مردم ما با وجود همه این فشارها بالاخره عبور کردن از خیلی از شرایطی که حاکمیت تصور میکنه میتونه با این سیاهی لشکر مردم رو مجاب بکنه یا تحت فشار قرار بده یا بازدارندگی برای خودش بده. مثل یک باطلاقیه که هر اقدامی میکنه در واقع از یک بحران کوچکتر به بحران بزرگتری در واقع دارن سقوط میکنن و من فکر میکنم بهتره که این سالگرد رو و از امروز رو یک انتفاضه جدید و انتفاضه دومی در تاریخ انقلاب جاری در کشور و این منطقه بلوچستان بدونید، چرا که قطعا شرایط تغییر خواهد. خود حاکمیت هم معادلات و محاسباتش رو نسبت حداقل در منطقه بلوچستان قطعا روی کردش رو ناچار هست که چه سخت افزاری و چه نرم افزاری تغییر بده، چرا که مردم ما در طی این مدت به خوبی نشون دادن، مخصوصا در طی 1 ماه گذشته که خیلی تلاش کردن دستگاه حکومتی در رأس حاکمیت که خود شخص علی خامنه‌ای باشه که بخواد مردم رو بالاخره جمع بکنه در تهران که سالگرد رو تحت تاثیر خودش تحت شعاع اون جلسه قرار بده، که نه اینکه موفق نشدن که یک افتضاح بزرگ و شکستی بود و امروز هم ما خروجی همین تلاش‌های دستگاه‌های امنیتی و نظامی و پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو شاهد هستیم در خیابان‌های زاهدان. دقیقاً همه تحلیلگران سیاسی و فعالان حقوقی در دنیا معتقد هستند این اتفاقی که امروز جمعه خونین زاهدان به 1 سال کشیده و باز هم ما می‌بینیم امروز به عنوان سالگرد فضا بسیار ملتهب گزارش شده و در نقاط مختلف بلوچستان که در واقع توقع میره در لحظات آخر این امروز در دیگر شهرها برای اینکه کرمان و بیرجند و بندرعباس دیگر نقاط از نیروهای ضد امنیتی به نحوی خالی شده. حالا بعضی معتقد هستند که نیروها و خودروهای خالی نظامی برای ارعاب مردم به سمت زاهدان گسیل داشتن یا محاصره و خاکریزهایی که گرداگرد شهر زاهدان کشیده شده. خب در طول 1 سال هر اقدام امنیتی، از دستگیری‌های فله‌ای، از اعدام‌ها، از انواع تهدیدها، اطرافیان مولانا عبدالحمید را از نوه‌اش گرفته تا فرزندش گرفته تا اطرافیان اساتید گرفته تا هر بلایی که میتونستن و نمیتونستن انجام دادن و این اتفاقات در طول 1 سال گذشته نه اینکه در واقع جواب نداده و نتیجه نداده، سبب نشده که مردم خاموش بشن، بلکه بنزینی بوده بر روی آتش، نمکی بوده بر روی زخم. ما امروز این صحنه ای را که الان بینندگان عزیز دارن میبینن و ویدیوهای لحظه به لحظه ما داریم دریافت میکنیم و همچنین ویدیویی اگر اتاق فرمایید اینو آماده کنید ممنون میشم. انتقال زخمیا به مسجد مکی زاهدان، در واقع به خانه بهداری و مرکز بهداشت و درمان مسجد مکی زاهدان انتقال داده میشه که اگر تا فرمان اینو آماده کنید به من اطلاع بدید، با هم دیگه خواهیم دید. خب همه این صحنه ها نشون داده میشه ما تازه اول راه هستیم. به تعبیر حضرت علی یک انتفاضه جدیدی شروع شده و شروع این انتفاضه نشون میده که رژیم در ایجاد بحران ها موفق نشده، نتونست جمعه خونین زاهدان را از اذهان پاک کنه. فراموش نخواهد شد ما در شبکه کلمه، شما در حال وجه و در کمپین فعالین بلوچ، دیگر شبکه‌های ماهواره، این جمعه خونین زاهدان به عنوان یک نماد تبدیل شده، از لجعی و غیر ذالک دیگه پا فراتر گذاشته شده. این صحنه جناب آقای شیرانی با هم دیگه می‌بینیم، صحنه ویدیوی انتقال زخمی‌هایی که امروز زخمی‌های نمازگزار که باور بفرمایید من بعید می‌دونم استالین و لنین‌های کمونیست خدا نشناس ضد خدا این گونه علیه مسلمانان در شوروی سابق حمله می‌کردند. با این صحنه رو ببینیم زخمی‌ها چگونه به مرکز درمانی مسجد مکی انتقال داده میشن، با هم میبینیم.
بله جناب آقای شیرانی، طبق گزارشاتی که وجود داره اینترنت در سرتاسر شهر زاهدان قطع هست یا میشه از طریق چون گزارشاتی وجود داره که استارلینک در نقاط مختلف بلوچستان وجود داره و این استارلینک خب طبیعت حال با از طریق ماهواره میشه ویدیوها رو ارسال کرد و دیگر اون سیستم سابق نیست که اگر اینترنت بسته بشه به تعبیری دیگر ارتباط کلا قطع بشه. این یک مطلب که وجود داره که آیا ارتباطاتی به حال وش با داخل میدان دارید از طریق استارلینک؟ موضوع دومی که وجود داره پیش بینی شما چی با این اتفاقی که الان در زاهدان رخ داد و در واقع داریم میبینیم این صحنه داره روز لحظه به لحظه ای که ویدیوهایی ما دریافت میکنیم نشون میده که وضعیت بسیار ملتهب هست و این بازرسی ها و اقدامات امنیتی نه اینکه جواب نداده بلکه مردم بسیار خشمگین و عصبانی هستند. در این دو مورد اگر اظهار نظر بفرمایید ممنون میشم. ممنونم. ببینید اینترنت از 2 هفته گذشته در واقع که اعتراضات شدت گرفت 2 جمعه گذشته تضعیف شد. یعنی از اول هم مختل بود منتها به شدت ضعیفش کردن. از دیشب تا امروز هم به شدت مختل است منتها با امکانات و تدابیری که ما از قبل در واقع اندیشیدیم خب تصاویر برای ما میرسه، برای رسانه ها هم به همین صورت، ولی اینترنت به صورت زیرساختی در کل استان مختل هست که بسیاری از وی پی ان ها هم که پیشتر کار میکردن مردم استفاده میکردن الان از کار افتاده. یک موضوعی رو که من اینجا اشاره میکنم مهم هم هست اینه که خیلی از مردم درخواستشون این بود که در اون مکانهای مثلا در مسجد مکی که اعزام کردن و اونجا حضور دارن تا آروم شدن خیابان‌ها، تا اینکه نیروهای نظامی خیابان‌ها رو در اون مناطقی که مستقر هستن و بستن که منتظر هستن که افرادی که برمیگردن به سمت مناظرشون اونجا ممکنه بازداشت بشن یا مورد ضرب و شتم بهشون قرار بگیرن، محتاط باشن، رعایت بکنن، گوشی که همراهی که اگر همراهشون هسته یا چیزی که بالاخره ممکنه برای اونها بهانه‌ای به وجود بیاد چون هم تفتیش بدنی میشن هم گوشی تلفن همراهشون چک میشه و از نقاط کور و به تنهایی رفت و آمد نکنه از اون مناطق، در همون مناطقی که هستن مخصوصا کسانی که در مسجد مکی و اون مناطق مصلی هستن در همون اجتماع خودشون حضور داشته باشن. و همونطور هم که شما هم فرمودید در بخش سوال دوم شما، ببینید شرایط از این چیزی که جمهوری اسلامی تصور میکرد عبور کرده. در طی 1 سال گذشته به خوبی مردم نشون دادن که حداقل در منطقه ما نه سرکوب، نه اعدام، نه بازداشت، نه تهدید هیچی جواب نمیده تا اینکه واقعا جمهوری اسلامی نخواد فکر خودش رو، سیاست و رویکرد سخت افزاری و نرم افزاری شد در استان در منطقه تغییر نده، حتی در کشور. چرا که امروز زاهدان و مردم بلوچستان الهام بخش هستند هم در کشور و هم در دیگر نقاط دنیا. امروز همه چشم نگاه همه رسانه، همه افکار عمومی امروز به زاهدان متمرکز شده و مردم ما در کشور هم میتونن بالاخره ببینن اگر استقامت بکنن، اگر صبر دارن، اگر متحد باشن قطعا میتونن. هیچ نیروی، هیچ قدرتی، حتی همون بمب اتم هم نمیتونه جلوی این مردمی رو که با اراده ایمان و به علم این که میدونن در خیابان ها ممکنه کشته بشن، مجروح بشن، ولی برای اینکه به خواسته هاشون برسن، به اهدافشون و به آرمانی که با خون شهداشون بستن و خانواده های آسیب دیدگان بالاخره ثابت قدم موندن. و همین ما میدونیم این یک نوید بزرگی برای ما، برای مردم ما و یک روحیه مضاعفی میتونه برای مردم کل ایران باشه. امیدوار هستیم که هزینه این انقلاب، هزینه این دادخواهی و آزادی خواهی و آزادگی هرچی کمتر باشه برای مردم ما، چرا که بالاخره آزادی هزینه سنگینی داره. ما امیدوار هستیم که به تنهایی مردم ما این هزینه رو پرداخت نکنن و از همه هموطنانمون در همه شهرها خواهش داریم که شما هم صدای مردم ما باشید و حمایت عملی بکنید میدانی، چرا که نیروهایی که اکنون در زاهدان در بلوچستان حضور دارند صرفا اون نیروهایی نیست که از قبل در این منطقه بودن، نیروهایی که از استانهای دیگه گسیل و اعزام شدن. بعضی عنوان میکنن ماشینا خالی است یا پر. ما میدونیم خیلی شاید به ما خورده یا انتقاد میگرفتن که فیلم ها و تصاویر رو منتشر نکنید که ممکنه ایجاد رعب و وحشت بشه، ولی یک واقعیت هست که هم دنیا و هم رسانه و هم افکار عمومی رو بدونه که جمهوری اسلامی این همه نیرو رو برای مردم مظلومی که با دستان خالی فقط فریاد دادخواهی میکنن، چرا این همه نیرو گسیل کرده؟ مگه دشمن خارجی حمله کرده به داخل کشور؟ به هر حال هم مردم هوشیار هستند و یک تشکر ویژه و یک دستمریزات به مجموعه انتظامات مسجد مکی که جانانه در طی 1 سال گذشته از همه اعضاش تک تک پشت مردم بودن و مدیریت صحیح و درستی که انجام دادن و واقعا یک سپر انسانی برای حفاظت از جان معترضان بودن. متشکرم از شما. مرسی.
بسیار ممنون جناب آقای شیرامانی. اگر تشریف داشته باشید برای اینکه گزارش دقیق لحظه پیش ویدیویی ما دریافت کردیم مبنی بر درگیری در بازار مشترک زاهدان و همچنین هدف قرار دادن کودکی در مصلای زاهدان توسط نیروهای ضد امنیتی. این صحنه اگر آقای شیرانی عزیز با هم می‌بینیم و من دوست دارم این سوال رو اگر ممکنه پاسخ بدید. در غیر این صورت من نمیخوام خدای ناکرده به دلیل شرایط امنیتی که حضرت علی و منابع حال وحش در اختیار دارید نمیخوام در شرایط در واقع محظوریتی قرار بگیرید و اون همین که آخرین زاهدان تا چند دقیقه پیش بود. آیا ارتباط با زاهدان دارید از شاهدان عینی که در اون صحنه حاضر هستند؟ آیا شما ارتباط مستقیم دارید یا خیر ارتباط اینترنتی قطع شده از طریق استارلینک؟ آیا ممکن است شما ارتباط بگیرید و منابع خبری که دارید و آیا از طریق تلفن و غیر ذلک اگر ممکن است در این مورد اطلاع رسانی بفرمایید؟ البته بعد از این کلیپی که خواهیم دید صحنه است از درگیری در بازار مشترک، صحنه است از ضربه خوردن کودکی در مصلای زاهدان و همچنین خیزش مردم زاهدان که من این سه تا ویدیو آخرین لحظه دریافت کردم. لطفا این سه تا ویدیو رو پخش کنید تا با هم می‌بینیم. بله، همچنین گزارش دیگه آقای شیرانی عزیز که گاز اشکاور که در مسجد مکی در واقع شلیک کردن، این ویدیو هم ما دریافت کردیم. اگر تا ممکن هست این ویدیو رو هم آماده کنید. آقای شیرانی عزیز، دو اتفاق الان نیاز هست. موضوع اول که خب پیرامون آخرین ارتباطی که شما با زاهدان دارید، اگر ممکن هست ارتباطی که با منابع خبری خود در زاهدان دارید رو اعلام بفرمایید و آیا ارتباط قطع شده از طریق استارلینک غیر ذالک ممکن هست یا نیست؟ اگر ممکن هست برای اینکه شرایط امنیتی تو من نمیخوام خدای نکرده اطلاعاتی که دوست ندارید منتشر بشه، چون امروز خب سپاهی‌ها و بسیجا مقامات ضد امنیتی این برنامه رو دارن میبینن. موضوع دوم درخواست شما از دیگر شهرهای ایران چیست؟ از اون جایی که گزارش در نقاط مختلف بلوچستان ملتهب گزارش شده و همچنین تخلیه نیروهای ضد امنیتی از بیرجند، کرمان، بندرعباس، دیگر نقاط کشور، خب طبیعت حال خاکریزهایی که ما دیدیم گرداگرد شهر زاهدان، خاکریزهایی بسته شده، شهر زاهدان رو کلا محاصره کرده بودند. خب این اتفاقات نشون میده که یک جنگ تمام عیار علیه مردم بلوچ در زاهدان اینها طراحی کردن، ترتیب دادن و وضعیت مشخص نیست. فردا پس فردا وضعیت واقعا ملتهب گزارش شده و چه بسا در دیگر شهرهای ایران هم این اتفاق رقم بخوره. اذن نظر شما رو خواهیم شنید بعد از اون ویدیویی که در مورد گاز اشکاور در مسجد مکی زاهدان ما لحظات پیش دریافت کردیم اون رو پخش خواهیم کرد. بفرمایید. مرسی از شما. بله، این ویدئویی که شما در موردش صحبت می‌کردیم مربوط به تقریبا نیم ساعت قبل هست. ما هم دریافت کرده بودیم. زمانی بود که نیروهای نظامی تا درب ورودی حوزه اومده بودند و در اون منطقه چند تا رگبار هوایی با گلوله‌های جنگی گرفته بودند و بعد گاز اشکاور به داخل حوزه پرتاب کردند. خدمت عرض بکنم که بله، ارتباطات ما هست. حتی اگر زیر ساخت‌های خود اینترنت رو هم جمهوری اسلامی اونجا قطع بکنه، ما حالا اسم نمیبرم، ولی اینکه اطلاعات به ما برسه و بتونیم اخبار رو مخابره بکنیم حتما فکر هستیم و داریم. اون امکانات رو هم در اختیار داریم. خدا رو شکر، از این بابت جای نگرانی نیست. منتها عموم مردم ممکن هست که دسترسی نداشته باشن و خب طبیعیه. از سایر هموطنانمون خواهش ما این هست در طی این مدت، مخصوصا با نزدیک شدن به سالگرد، دستگاه‌های امنیتی و نظامی از کوچکترین اقدامی دریغ نکردن تا اینکه شهر زاهدان رو خندق حفر کردن. خندقایی که در واقع عبور و مرور بسیار از روستاییان، سوخبران، افراد عادی هستند که بعضی حالا یا گواهینامه ندارن یا هر چیز دیگه، و به صورت اینکه در شعاع 5 کیلومتر از هر طرف، از سمت خروجی به سمت مسیر بم و زابل، همینطور خاش و همینطور میرجاوه، نیروی نظامی شخصی و لباس فرم و کادر پیاده کردن و همین که کنترل میکنن ایست و بازرسی‌هاشون رو به شدت تقویت کردن، استحکامات کلانتری‌ها رو و دیوارها رو بالا بردن. با همه اینها انتظار مردم ما این هست که این فشار زمانی برداشته میشه که شهرهای دیگه به کمک مردم ما به خیابون بیان که نیروهایی که در این منطقه هستن، حداقل جمهوری اسلامی دیگه دستش به اندازه باز نباشه و هزینه‌اش
کم نباشه که هم میتونیم یک حمایت عملی داشته باشن از هموطنان و هم این که این فشارها از روی مردم بلوچستان برداشته بشه، چرا که مردم ما الان یک سال هست در سخت‌ترین فشارها حتی به لحاظ معیشتی و اقتصادی هستن. قشر زیادی از جوانان ما دارن سوختگیری میکنن. همین که این ایست و بازرسی ها دایر شده، همین که این مسیرها بسته میشه، خب مردم تحت فشار قرار میگیرن. الان امروز دست کم 70 نقطه داخل شهرزادان ایست بازرسی ثابت و سیار ایجاد کرده بودن نیروهای نظامی. حالا این آماری که به ما رسیده، تصور ما این است با وجود این همه نیروی نظامی که در واقع به یک پادگان تبدیل شده و یک حکومت نظامی اعلام نشده است در حال حاضر، شرایط همین طور هست. ولی خب همون استقامت مردم هست و شجاعتشون که با ایمانشون و ارادهشون مبارزه میکنن جانانه. و اگر که مردم ما، هموطنان ما در دیگر نقاط کشور که انتظارشون هست که همیشه صدای اونا بودن، فریادشون میزدن، خب قطعا این هم انقلاب رشد بهتری خواهد داشت و هم این فشارها کمتر خواهد شد و جمهوری اسلامی هم در سرکوبهاش ناکام خواهد ماند. بسیار ممنون جناب آقای شیرانی، مدیر منبع خبری هالوش، از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید. متعاقبا سعی خواهیم کرد اگر گزارشات دقیقی به هر صورت اتفاق خاصی دیگری رخ داد با شما در ارتباط باشیم و از زبان شما گزارش لحظه به لحظه زاهدان و دیگر نقاط بلوچستان رو بشنویم. بسیار ممنونم با شما خداحافظی میکنم. बागो बहारानी बिचार केश्तो केशारानी बिचार चलेंगा हाथा माड़िया सावट किनारानी बिचार द्राही जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरी गंज बलूचिस्तान में सोगेन पमातानी ग्वरान बरजाई दारे संगरान मागोवती शी सरा गोकुचे गोगो हो जिरान द्राही जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरी गंज बलूचिस्तान में बेपा मड़ाई नो हतान बंदे बलूची सन्नतान नेले इदाबी कुन्नता जुल्म नाराज़ीन चोहतान द्राही जिहाने गोहरे गंज बलूचिस्तान में दुनिया सदगंजी दरी गंज बलूचिस्तान में सोगन बलूची ब्राती